سوال میدهیم و جواب میدهیم. تمام عمر خود را در کار اجتماعی یعنی در ساحه صنعت کردند. از سال 1982 سروزیری جمهوری تاجیکستان یعنی آخرین کاتب یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان که میباشند و در تمام تاریخ حزب سیاسی تاجیکستان یگانه راهبری حزب از راهبریت ما اعضای بیروی سیاسی ندارد. قاور مکمش اولین در اجلاسه شورای عالی تاجیکستان ماه نوامبر سال 1990 انتخاب شده بودند. تا این وقت این کس رئیس شورای عالی قاور مکمش در زمان قاور مکمش واقعی بهمن‌ماه سال زمان رهبری این کس قانون زبان تاجیکی قبول شد. در زمان این کس قانون مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار یکم کاتب یکم حزب کمونیست تاجیکستان داد. این است معلومات بسیار مختصری بیوگرافی درباره قاورستان. راهبری کمیته اقتصادی کمیته شما سرتون سید زاده حکمت الله سید رئیس حزب ثبت نام نشده وعده در همین طلاب آقای دولت عثمان رئیس استودی آقای مخالفین ابراز داشت که یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی حادثه‌های فوریه است. من می‌خواستم فهمم که نظر شما نسبت به گفتید دولت عثمان. مای سامر محترم قاور محکمش از رفتن شما که ما پشیمان شدیم. شما از رفتن خود پشیمان. دو اندیشه و واقع شاید که نزدیکتر باشد. اندیشه یکی این است که این و نظام‌های گوناگون قطب اسلامی و غیر اسلامی یکم. دویم سوال تن عزیز یک التماس دارم. من هیچ وقت پنهان کردگیم نه. حاضرم میگم که زبان تاجیکی من ناس نمیدانم زبان مادری. برای چی؟ سال 41 1941 وقتی که جنگ جهان سر شد من در همان وقت در صنف دوم میخواندم. سوم صنف زبان تاجیکی میخواندم. بعد از جنگ سر شدن بعد بسیاری معلمای ما مرد بودن و ارمی قبول شده از مکتب آزاد شده برفتن. معلمه های نو آمدن. سال 42 43 43 سال من اونجا پنجم صنف زبان تاجیکی میخواندم که مکتبی که ما مشغولیت داشتیم از خوانندگان آزاد کرده هاسپیتالی حربی در آنجا تشکیل کردن. از جنگ رندینه ها همونجا آورده معالجه میکردن. مایه طلبه های صنف مایه با دیگر مکتب گذراندن. افسوس که بعد از یک سال نخوانده من صنف ششم و اکنون گذشتگی بودیم که ششم خونده کن هفتم صنف گذشتگی بودیم که این مکتبی که ما گذرانده بودن سوخت. ما بودیم به مکتب ماندیم. تا سال 47 من خواندگی می‌کردم. سال 47 در اینجا یک دعوا داشتیم. برادری مادری ما همون کس رفتن خانه بود در شهر لین‌آباد اون وقت لین‌آباد بود. گفتن جنم تو چیکار کرده گشتی؟ من گفتم من سوم سال است که یک شافر گروزاوای ماشین بس تجار شدگی. میخواهم که شافر شوم. دو سال زیاد شد من شافر گشتیم. اون کس گفتن که ناز نید جانم توی ذهنت تازه بود
خانشت ناز بود. سانی محترم به مراجعت کرده گفتن که من اگر شما راضی باشتم من گرفته به استالیم آباد میبرم در همونجا خانش رو دوام میدهد. مادر گفتم من چی که برید اکنون اون کس گرفته آورده من اینجا در همه وقت تکنیکوم اندوستریالی بود اینجا بود اندوستریالی تکنیکوم میگفتن همونجا بود داخل کردم. نو از بس که من یک چند سال از مکتب دور بودم دیرکتری تکنیکوم گفتن یک صحبت کنیم در دو مسئله های نوشته گفتن از متماتیک همین اجرا من نتونستم. سانی گفتن که آیا هیچی نمیداند و تمام گفتن که نه این 2-3 سال کسی که نمیخواند برای همین فراموش کرده شما رخصت دید امکانیت دید 1 سال اقلش مهلت دید بعد از 1 سال اگر از عهده خواندن نبراید آن وقت از اینجا ترک کرده دیگر جوان میبرید. من راضی شده یک زاکر یعنی راهکار همین تکنیکون همین کورسی که ما میخوندیم همه جمع کرده گفتن ما 47 نفر از تکنیکوم های تمام کردگی ساحه همین فاکولتیتی که ما داخل شدگی همین ساحه بر ثانی بها گفتن که دولت اکنون همه 5 سال شد که از دوم جنگ جهان برآمدگی متخصص دولت به نمیرسه اگر شما راضی باشتن ما همین کورسی شما رو جدا کرده با امکانیت تیز تمام میکنیم 5 سال نیست 3 سال به تمام میکنیم از زبان خارجی از کار حربی از فیزیکولتوره از یک چند با 2-3 فنها شما رو آزاد میکنیم کار شما اساساً همین فنهای اساسی و آموختن هم 47 طلبه ما راضی شدیم 3 سال در همونجا خوانده ما اینستیتوت به آخر رساندیم. کار دیپلمی من در اوکراین حاضره در گورلوفکا انا همونجا شخصی بسیار چخور شخصی به نام استالین بود. در همونجا من 3 ماه پرکتیکی پیش از دیپلمی گذرانده از بایگیری همون شخص من دیپلم نوشته بودم. بعد از تمام کردن اینستیتوت من به شراب آمده کار بدار آمدم تا سال 61 شراب با کار کردم از ماستری کوهی تا управляющий شیر رو управлением برآوردم. برای همین در وقتی که ما صحبت کرده استادیم به شما بسیار ترمین هایی که هم سیاسی هم اختصاصی هست راست گپ که من به زبان تاجیکی نمیدانم. برای همین اگر شما رخصت دادن من بسیارتر به زبان روسی جواب دیم. چه گفتن؟ این صحبتتون بعد بسیار تاجیکانه بسیار فصیح زیباست. ساده نگویتون که این چه پرزیدنت بود که زبان تاجیکی زبان مادری نمیدانستی. من برای چی این گفت گفته سادم برای آنکه اگر شما من بسیار کریسپاندنت ها هستم میدونن که من با یکان کریسپاندنت اینترویو نمیتم. برای چی؟ 2 بار منو پدوید کردن اینترویو کردم گپ در یک جا رفته صدق بود یک مقصد رفته صدق بود بعد از که چاپ کرده برآمدم از وی گفته که هیچی نمانده است همش پای آسمان و سر زمین شده برآمد. بعد از همون گفتم نه تابا گفتم من دیگر کریسپاندنت رو اینترویو نمیدیم. هم با حاضرم گفتم که التماس اگر چاپ میکرده که شیطان
جوابای من چپ راست نکنید. درباره حادثه هایی که ماه فروری سال 90 شده گذشت، راست که بگویم اگر ما هیچ شبهه نداشتیم که در جمهوری ما همین حادثه می شود. می دانیم که در گروزیا شد، می دانیم که در آذربایجان شد همین حادثه ها، لیکن از این ما آرام بود. کارگران کمیته بی خطری ما یگان مراتبه و من نه همچون برای رئیس سویت وزیران نه همچون به کاتب یکم کمیته مرکزی یگان مکتوب نوشته نبودن، به مکتوب هم در آمده نگفته بودن که احوال در جمهوری حمد است که هم به ترتیب هایی که در آذربایجان و در گرجستان شده ایستاده است ممکن که در همینجا شد. اگر می گفتن ما بسیارتر اهمیت می دادیم، بسیارتر واقعی می گذراندیم. من هم بود و شده خودم فقط همین کار بود. من درست ها می گفتن که و که خواه مخدمش الکاگولی ایتسامین تروداگولی ببخش کن الکاگولی تروداگولی الکاگولی کایم بودم. بسیاری وقت من آدم ها بوده وام میخوردم، خصوصا در وقت کار در کمیته مرکزی هر سال 2 مرتبه کم از 2 مرتبه در آمده به هر یک رایون ها می رفتیم، خصوصا در اولی بهار ای آخری بهار وقتی که میانه بهار یک بار می رفتیم که احوال پخته بینیم. همراه خودم من فقط متخصصان خواجگی قشلاق یک کس دو کسه گرفته می رفتن، بسیارتر اکبر نستراج همراه من می رفتن. اون کس آخر وقتا رئیس اگرو صناعت بدن. همون وقتایی که ما دوران پخته میگشتیم از بگاه تا بگاه مردم که وام میخوردیم صحبت میکردیم، یگان آدم یگان شبهه نمیگفتن که های همین کار نوطوری رفساست یا اینکه ما ارز داریم یا اینکه یگان کمبوتی داریم. در وقت سیاحت هر یک مگزین هر یک آشخانه عمومی در آمده من میدیدم. وقتی عبید شود آشخانه همون مرکز رایون به در آمده، کمی که همراه ما نبود در همونجا عبید میکردیم. در سر زمین ها لگند و نان و این چیزها اگر یک از برارد بسیار من بسیار خفه میشدم که ما اینجا برای نان خوردن آمادگان نه. اگر چای کبود داشته باشد یک دوله چای کبودتان ریزید میمیشیم. انا این خیلی کرده میگشتیم. انا کن برای چی همه روی داد. بعد اینا فهمیدیم، بعد از روی دادن فهمیدیم. یکم روزی 10 فوریه بود، روزی یک شنبه بود. من در کابینت همه کاغذهای آموخته ایستادگی بودم که نوبتچی در آمده گفتی قرار محکمش در پیش بینای کمیته مرکزی بسیار مکتب بچه ها جمع شدگی. شما پرسیدیم من برآمدم برای اینکه اساساً همین مکتب های طلبه های مکتب هایی که هنر می آموزن کسب می آموزن هم از همون مکتب ها یک 200-300 کس جمع شدگی. من گفتم خوش فرزندان چه گپ بودش؟ سالی اکنون 5-6 کس یک بار با آواز بلند برای چی شما خانه های مایه ارمنی ها با داده ایستادیتان؟ من اول حیران شدم که برای چی این گپ از کجا پیدا شد.
من گفتم که گفت شما با ما میدانیم ما خبری که ما داریم حقیقت آدمای بسیار آبروی بلند داشتگاه با ما گفتن. خوش خیلی گفتیم ما کجا با کدام خانه دادیم؟ های نشه خودتان میدانید. همین وقت با وزیری صنعت ما خمیرشان چی بود؟ وزیر صنعت نه توجه کنید آنا این کسی وزیر فرهنگ آنا این کسی من شما این کس برآمدن گفتن که خبر محکم چی این بچه های یگان کس اینجا به همین گفای نادرست گفته فرستندگی دید همین یک فهمیم چه از کجا این مسئله پیدا شد. بعد از 1 ساعت 2 ساعت اینا آمده گفتن که ما هم ملاحظه گفزران کردیم خوزی کلام به همین گرد رسیده است. خوزی کلام میدانستیان همینه. اون وقت با تور جانزاده خوزی کلامی جمهوری بودن. من گفتم شما اگر همینش فهمیده باشید التماس روید پیش خوزی کلام بگویید که من تیار حاضر دیر شد ولی تاریک شد پگاه ساعت 8 بمی که امکانات داشته باشن مرحمت ماشین به میشینیم میریم کجایی که گن کنی برده من به نشان تیانچی کجام ده همین خانه کدام خانه ما ارمنی ها با دادگی اکن این گپ از کجا پیدا شد گید وقتی که آذربایجان به بی‌ترتیبی شد بین آذربایجانی های ارمنی ها یک چند عائله از همونجا گرفته اینجا به نسل اولاد خداشان با آمده بودین 10 عائله می 11 عائله می 15 عائله می راننده من ارمنی بچه بود همینجا به کلانشتگی بچه لیکن ارمنی همون گفت که کار محکمی چمی 10-15 عائله بسیاری شد که همینجا آمده همان عائله های خداشون شناس خداشون خانهاشون جای شدگی ممکن همین گپ شده باشد. من این کس رفته گردنان کرده آمده گفتن که پگاه باید تیار رفتن با اما پگاه نا اومدن اون کس نا اومدن همتونی؟ اون کس نا اومدن 1 ساعت 2 ساعت نشد ساعت 10 با همین نزد تفکه با اوزه کلان سالو مردمی دوشنبه جمع شد همین گلدور اکن کابینت من طرفی چایخانه راحت به آینه دارد از همینجا نگاه میکنم که از همینجا دیده گذاشته میدان با آماداسیان آدم ها اکن این همون روزی که بود که جمهوری به اسکرهای داخلی ورونترنی وایسکا میگن نزد اموده یکان کس در اینجا نبود همه به آذربایجان فرستنده بودن اموده SSR همه همین رو به آذربایجان فرستنده بودن 47 می 48 همگی میلیتسانر شهر دوشنبه بود دیگر هیچ کس نیست غیر از گایشنیکو خیلی 10-15 کس ممکن گایشنیکو باشن 2 بار من برآمدم نزد مردم با روز یکم روز پنجم روز یکم برآمدم گفتم با نماندم اوره برای چه خانه های داده پسندید خانه های نو ارمنی ها با دادیتون مسلمان ها ما هیچ کس به هیچ خانه دادگاه من نه این همین حادثه شده که 15 عائله آمده در همینجا در نزد خیش و تبارشان همین گریزه ایستادن اونجا که آرام شد اینها گشته میبرون نه شما برای به خلق تاجیک خانه دادن نداده ارمنی ها با دادید من راننده شما ارمنی کو من گفتم ها راننده من ارمنی
ارمنی هم آدم نه و هم آدم و هم حقوق داره. دو تا بچه ها بودن، یکتاش خالمراد، یکتاش حضر ایسمندنی و خالمراد بیچاره کسل شده و وفات کرد. بعد از همین ارمنی از بس که وقتی که سویت وزیران با کار میکردم راننده بود، همون من گفتم بیاد و منم میشناسد، من وای میشناسم. همون که کار میکردیم. اکنون روز پنجم بابر آمدم. خیلی با جای سوال تیان گوین مانن که من گفتنی خواهم گویم، با جای این کلش خورنده من با کلش زدم. همون کلش که به من خورنده بودن، همون آدم در افتابازی تاکسیماتور همین دوشنبه سلی سرشده کار میکرده است. همون من سال 97 فهمیدم همون آدم همونجا کار میکرده که وقتی که من کار نمیکردم. من یک روز همونجا با ماشینی ولگا داشتم، همونجا رفتم ریمونت کنم گم. بچه ها خندیده گفتن که شما کلش میشناسید؟ من گفتم کدام کلش؟ کدام کلش؟ من این هیچ خیال من نیست. همون کلشی که شما با غرانده بودن در وقت نارسایی ها در پیش بنای کمیته مرکزی شما میدونید؟ من گفتم نه. یک تشویق را گفت کلش جزن اینجا بیاد. سونی وای نه آمده است. گفت است که نه من روی و آدم به نگاه کردن نمیتونم، من رفتن نمیتونم. من گشتم گفت و شرم بکنم نمیتونم. از همون روز اینجانی باید لقمش ما کلوش مونده بود. بعد ارگان ها کار کرده شدیم. هر روز پاگویکتی گرباچوف تلفن میکند. نو کاک او از دلا؟ من گفتم دوام کرده ایساس. گپ زدن به نمیمانم. کمیته مردمی تشکیل شدگی 15 نفر هر روز ما کتی واقع سیم ما گفت شنود کرده شدیم هم درون با خیلی سستفی کمیته من حاضر ایسامنده نه شما از من نستر میدانیدون که او در آنجا بود. آخر هم تو شد که نماینده کمیته مرکزی روزی سایلم از اونجا آمدن. خوگا و در وقتی که کچپ خودش پرام آمده بود در آن وقت وی رئیس کمیته نظارتی کمیته مرکزی بود. همراه من تا آخر همون آرامشدن در همین جا بود. همین دو کس همین کمیته مردمی که ما صحبت کرده گذراندیم. از سر شدن همین کار 3 روز پیش به رخصت من هیچ کس به گپ نزده کاتب دوم کمیته مرکزی لوچینسکی از دوشنبه به مسکو پریده میبرود. ما نمیدونیم. یکان کاتبای سکن نمیدونن او در کجاست. آخر مجبور شدیم. ما نمیدونستیم کجا شده بشه. میکوین نیست. ما خاطر شدیم که با وای آدم با نماینده مسکو یگان حادثه نشده باشه. همه جای میکوین نیست. سانی آخر از کمیته بیخطری آمده گفتن که نکاویتون در مسکو. پروکراتور کار برده ساز وزارت کارهای داخلی کار برده ساز کمیته بیخطری کار برده ساز میبیان هر روز انفرماسیون میبیارن الان اینجا با مچتابا کار بردهان ملاها همون مچتابا هر روز در وقت نماز بیگاهی همون روزهای بی‌ترتیبی نمازخانه جمع میکردیم میگفتن پگاه هم ماتون میتینگ بمیریتون که همونجور نرود زنش 3 طلاق
انا همین های آمده من به میگفتم خیلی گفتیم ببینیم چی میشه. بعد از همین کارا تمام شدن بعد معلوم شد که 1 سال از این مسئله ها پیش یک گروه آدم ها همین کار تشکیل کردنی بودند. مرکز آنها حمام افتبازی که در کوکتاش وقتا کوکتاش میگفتیم همونجا افتبازی و این افتبازی بود همونجا با دیرکترشون بود و دیرکترشون بعد از این کارها سال 92 معاون پرزیدنت انتخاب شدن. نازل دوستو من نامش نگفتم بیام زبانم نمیگرد. من وظیفه نیاوردم روی وظیفه در افسوس که در همون جا همین دوم کاتب کمیته مرکزی هم اشتراک میکرد. یک چند روز بود در همون جا دیده بودیم همین قصه. خیلی گفتیم اتکن که سالا بود گذشتگی کار شد نمیبرداریم این مسئله. بعد از که همه آرامی شد همه جای به جای شد همه جا یک ماه گناهکار کردن که در همون میدان یک کسی کشتیتان جوان کشتیتان. من خدا در سری ما من از همون آینه دیدم که در ماشینه گاز 462 بالاش کشاد از پیش همین چهارخانه راحت همون بچه‌ای که گویا که در میدان کشته شده بود کجا با کشتگی نمیدانم همون ماشین بار کرده پیش میدان با آوردن. بچه‌اش هم دیدم همین خودم انسان اینجا گلدو شد که این بچه کشتن افسوس که تمام مطبوعات هم همین گفت گفتن از تلویزیون هم همین گفت نشان دادن هیچ کس نپرسید که همین تصدیق شد از کجا تصدیق میکنن همین هیچ کس تصدیق نکرد. من همین تو با زیاده از 24 سال شده آمد من یکمین بار همین گفت در همین جا گفته ایستادم که افسوس که همین کارم شده گذشته بود. اکنون راست گپ که مسکو اینقدر این مسئله به رلش نشد یاردم هم نکردن برای خاموش کردن. من گرباچوف و در وقت سوال جواب میگفت که های همه مردم به سخت نرسیدن مردم آزار نتیتان یا خیلی برآمد میکنن بعد از برآمد کمیته بیخطری مبادا و های دعوت نکند گفتم ماها را نمیماندن و چاره جدی دیدن بر نمیماندن. خیلی میدانیتون انتظام پارتی بسیار مستحکم بود. اگر از بالا گویند که همین کار هم تو دیگر میگن ما هم باور میکردیم. پارتی انتظام بسیار سخت داشت. من خودم همین قدر سال تا همین سال 60 برآمدن از 24 سالگی اعضای پارتی کمونیستان بودم. هیچ وقت باوری نمی کردم که همین پارتی کمونیستی یک روز ویران میشد. هیچ کس باور نمی کردم. برای همین اکنون این کارا گذشته برفت. حاضر زمان دیگر شد، سیستم دیگر شد. وای دولت داری دیگر بود، حاضر دولت داری دیگر بود. از نقطه نظر من اگر نگاه کنید وای وقت
به مسکو یگان مسئله های مهم حل کردن نمیشد. لیکن مسکو هیچ وقت نمیگفت که اوی شما به زبان خودتون گپ نزنیدون، شما فقط به زبان روسی گپ زنیدون. این خیلی گپا نبود، هیچ کس مانگی نداشت. من کهنسالا میدانم سیسی شورای ما با 3 زبان میگذشت. همه دکومنت های سیاسی با 3 زبان چاپ میشد که با کدام زبان برآمد کردن میخواهد به همان زبان برآمد میکرد، هم روسی، هم تاجیکی، هم ازبکی. این خیلی وقت بود. از نقطه نظری رهبریت، از بس که انتظام در پارتی مستحکم بود، رهبری کردنم نظر به حاضر به فکرم آسان‌تر بود. لیکن برای ترقی دادن جمهوری ساحه نقص دانستن در کار بود. کادرهای زور بود در آن وقت، هم از تاجیک ها، هم از روس ها، هم از دیگر ملت ها، در وزارت ها، اداره ها، گرکم و رایکم ها، از سویت های شهرها. همه آدم ها از تحت دل کار میکردن. من 19 سال راهبر گازپلان بودم. همین در اون 19 سال یگان مسئله مایی که در پیش مسکو میگذاشتیم حل نشده نمیموند. برای چی؟ برای اونکه پیش از مسئله موندن ما خودمون هم نظم مختار، خودمون نظم تیار کرده، نظم حجتا کرده میرفتیم. هر سال 1 مرتبه پلان سالانه مایه بعد از گازپلان SSR رئیس سویت وزیران SSR خودش میدید با اشتراکی همه وزیرهای اتفاق، رئیس سویت وزیران جمهوری، رئیس گازپلان جمهوری. من بسیار در خاطرم هست همین کسی که وقتی که رئیس سویت وزیران بودن، این آدم بسیار متخصص زور بودن، خصوصا صناعت سبک با هر یک مسئله، هر یک رفتار ریسپوبلیکا، ترقی ریسپوبلیکا همین پیشکی آموخته بعد مهانت میدیدن. اکنون حاضر وقت بعد از که سیستم بدون دیگر شد و هیچ کجا مراجعت کردن در کار نیست. راهبر ریسپوبلیکا این حقوق دارد همه این مسئله حل کند. حاضر راهبر ریسپوبلیکا نظر به راهبر ریسپوبلیکا کنه، حقوقش کلانتر، بسیارتر، اما کارش وزن. هر کس این کار حاضر عده کردن نمیتواند. حاضر برای پرزیدنت شدن بسیار دانش کلان در کار. برای چی؟ حاضر وقت بسیار قین شده است. متخصصای اساسی که جمهوری میبرداشتن همه پراکندش در رفتن از جمهوری. ماندگی ها در اینجا ماندگی متخصصا وای متخصصا بنکرد کار بردن نتونستن. برای همین 10 سال اول جمهوری به یک جا استاده موند. خیلی به حساب من سال 2000 نظر به سال 90 10 سالی که همین وقت گذشت ما یک 25 30 سال تفاوت برفتیم. اکنون حاضر همین آیسته ترقی کرده شده است. من باوری کامل دارم که بعد از 5-10 سال جمهوری ما شناخته نمیشه. ترقی میکند، کادرها من تمام کرده آمد و سیم در تمام دانشکده های دنیا حاضر خوانده شدیم. در دور سویتی کادرهای ما اساساً در دانشکده های SSR تعلیم میگرفتن. خارجه یک تنیمته عالما اگر نروند دیگر های رفتن به رخصت نمیدادن که برای چی اونجا؟ من خودم
SSR مملکتی کلان دانشکده های زیاد داره. همینجا خونیدم چقدر که طلبات باشد نگفتم میفرستندم. همون وقتا اکنون گپ راستش همین که من همچون راهبر میدانستم که اصلا بعد از من کاری در گاسپلان در سویت وزیران اگر مردم ما زبان روسیه ناز نداند ترقیات ما ناز نمی رود. برای چی؟ برای آنکه 25-30% اهالی ما روس ها صناعت اساسا روس ها به پیش برده حسابیم. مردم ما تاجیکای ما بسیارتر کار سودا کار رستوران و مغازینچگی فروشندگی همین صاحب بسیار کار میکردن. صناعت بسیار نمیرفتن نمیخواستن. ساختمان بسیار کار میکردن. ساختمان به تاجیکا بسیار کار میکرد. اول رسا که باش نباش 50% تاجیکا این اساساً کارگرای استقامت کننده های از دهه چارکوی و اسفره دهه های چارکوی اسفره نصفش این روس ها قرقیز ها قزاق ها انمی ها آدم ها بودن. اکنون درباره گکچپه ما آرام شده بودیم. کار ما نز رفته ایستاده بود. یک سال دراز همین سال از دویم سال 89 بلکه 89 تمام سال این سال 90 بسیار در مسکو ما با خوریم میگذراندیم. راهبرای همه جمهوری ها این راهبرای دولت SSR درباره دگرگون کردن رفتار اقتصادیاتی دولت SSR بسیار صحبت ها میشد. بسیار گفت و شنود ها میشد. همون وقتا هفته نبودین که من یک بار دو بار به مسکو پرواز کنم. بگاهی روزی از اینجا پرواز کرده میرفتم. پگاهش به یک روز دراز در اونجا اشتراک کرده با رئیس شبانه با گشته به دوشنبه می آمدم. 2 بار 3 بار هر هفته انمیخه کار بود. مسئله هم تو شد که هر یک جمهوری مستقل می شود. در هیئت SSR حقوق جمهوری های می برداریم. جمهوری ها در آینده امکانیت دارند که با دولت های بیرون از خارجه معامله کنند. اقتصادیات خودشان را ترقی دهند. بودجت خودشان داشته باشند. گرانیتی خودشان داشته باشند. اما گرانیتی عموما اتفاق SSR در راهبریت SSR میماند. برای راهبریت SSR همه راضی شده بودیم. راه آهن، علاقه، پروازگاه ها، کار بین المللی اینها با اختیار راهبریت SSR میماند. بعد گفتن نکنه رفته شما دلیگاسیون انتخاب کنتم. ما گرافیک کرده نشان میدیم. در وقت همین گرافیک شدن هر یک دلیگاسیون آمده همون 2 گواره شرطنامه ترتیب شده رو امضا میکنم. نوبت ما 21 آگوست بود. یعنی نوبت ما 1 بودیم. ما قرقیزا ای اوکراینه 3 دولت 21 آگوست رفته باید که شرطنامه امضا کنیم. در اینجا در سیاسی ما دلیگاسیون انتخاب کردیم. چند کس میره. سیاسی به من حقوق داد که راهبر همین دلیگاسیون شده رویم امضا کنیم. افسوس که 19 بیدار شدیم که گپ دیگه کار دیگه
ГКЧП پیدا شد. اکنون همون وقت جمهوری ما اینقدر وزنگیری زندگی نمیدونستند. اما روسیه، اوکراین، قزاقستان، گرجستان، پریبالتیکا احوال زندگیشان بسیار بد شده بود. خصوصا روسیه نارضایتی در اونجا بسیار بود. مردم بسیار ناراضی بود. از گورباچوف هم از رهبریت SSR هم ناراضگی بود. من اکنون 19 که این GKCP سر شد، پگاهی من به خبر آمد که پلنوم میشده سه مسکو بیایید. همون شب رئیس شبانگی من پریده برفتم. این رئیس 19 مسکو برفتم. فرامدین سکه برفتم. چی؟ هیچ کس نیست سکنده. من گفتم کجا با پلنوم میشد؟ هیچ کس نمیدونه. یگان تا از کاتبا در کابینت نیستن. هیچ کس هیچی نمیدونه. تا ساعت 4 من همونجا با گشتم. من گفتم هیچ کس هیچی نداند. من چیکار کردم میگردم؟ گشت شبانه رئیسی با گشت آمدم. گشت به اینجا با آمدم. اکنون همون بعد از سر شدن همین GKCP هر روز установка مساس این کار کنتان وای کار کنتان این نشه کنتان وای شه کنتان. در این همین مسائلی که از اونجا آموزش یا خیلی مسائل قطعا لازمی مسائل ها. روز 20 رحمت لطیفی بیگای روزی نزد من به در آمدن. گفتن که شما من امروز 2 روز گذشته رفت پگاه 3 روز میشه. چرا درباره GKCP چی نگفتید؟ من گفتم من حالا نمیدونم که مقصد GKCP چی. من مسکو رفته هیچی نفهمیده آمدم برای آنکه پلنوم نشد. همین مسئله هایی که رادیواکتیو آموزش کاغذ آموزش فکر شما چطور؟ من گفتم این یا خیلی مسئله هایی که ما حاضر ما با آموزش مسئله های مهم ما همین آموخته هستیم. شما همه ها به طرفدار بدهید. من گفتم من حالی نمیدونم ما آموخته هستیم. انا همین خیلی دست شانده نمی خیلی دست داشته ساده بودم کسی. و وقتا این خیلی بسیار زیباهاش نبود. یک خونم نما از شما طرفداری GKCP بودید گفته برآمده خب هر کجا به هر گپایی گفته گشتیم. خیلی 3 تعیین کردیم. 3 غیر نوبتی 3 29 بود میگم 29 بود کارش سر کرد. 3 روز 3 دوام کرد. همین 3 روز و دپوتات ها هم اکن میگن که شما استعفا ببرید. همونجا لطیفی برآمد کرد. دستشان در حالگی تکنیزوهای می دیکتافون غرور میکند هیچی فهمیده نمیشد. میکروفون بود میدارد شکست وی نمیشنود. آخرش کسی با تقنده گفت که من همین ما همه گپا همینجی نشته گپ هم که این کس طرفی GKCP. من هیچی نگفتم. این برآمدم من یگان گپ نگفتم درباره لطیفی. خیلی من روز یکم روز دوم یک چند مرتبه برآمد کردم گفتم شما من دپوتات ها حاضر شرایط فهمیده سلطان یادیم. شرایط بسیار وزنی. ما همون سال 89 سال 90 دیدیم که در روسیه احوال وزنی شد. همه حرکت کرده تمام سکلادوی وزارت سودا پاتریب کافزه همیشه اوزو قوار کتی پر کرده گرفتیم. آرد کتیم، روغن کتیم، گوشت کتیم که اگر یک حادثه شده ماند احوال ما بد شدنش ممکن. مردم بسیار عذاب کشیدنش ممکن. برای همین من باوری داشتم که 1 سال 2 سال یک روزگاه حساب همین
زپسی که ما کردیم ما میبروریم میبریم در همین وقت یکون صبح میوریم اکنون 3 روز که برآمد نکند همه میگد که استعفا وارید یک تا آدم یک تا دپوتات این هم باشد احمدов از کنی بادام یوسف احمدov برآمد گفتی هایی گفت شما چیکار کرده ساتان شما چیکار کرده ای ساتان این آدم حاضر رود میشنه جاییم بر در اون آدمی تایراتان هست می خیلی ازل میگه آقا آدم یافت میشد استفا برود اکنون بینم از 70 دپوتاتی که از طرف شمال جمهوری در زل شدیم کمونیست هم هستن یکان کس برآمده دوده هم نمیگوید که نه گپ این تو نشده است حالا استعفا با نرود این آدم کار کنه آخر من گفتم های مردم من سال آینده 60 میبرم 60 ساله میشم حاضر 59 امکانیتتان پا همون 60 سالگی من همین جمهوری برای انتخاب پرزیدنت آینده تیار کنم با دو دست ادب موافق کنستیتوسیا انتخاب گذرانده دولت به پرزیدنت نو سپارم با استعفا برام نه حاضر میرید استعفا برام انگون در پیش پارلمان یک 500-600 آدم جمع کردگی صحنه ماندگی همون صحنه بوده میکروفون ماندگی همین پس همدیگر برآمده از اونجا کن تولینی از بیرون وقتا که کمونیستا کارگرای خدا ما که برآمده گفتن که تاور مکنش نه که شما رویده کن استعفا گفتن روید من فکر کردم خیال کردم من گفتم همین حاکتی من کار میکنم همین دپوتاتی من کار میکنم آیا یگان تاش یک فکری آینده جمهوری در ماینش ندارد همش میخواد با استعفا من با استعفا رو اینها یگان تاش پرزیدنت شد پاکه گرفتم من گفتم رفتم من لکن گفتن شما یک روز از این کار کردگیاتون پشیمان میخوردن شما میخوردن شما ماندم برفتم پیش از برفتم گفتم من حاضر به شما میگم که از همه روی سر کرده من با یگان کار سیاست ارالش نمیشم من همه تا همه روز نگاه داشته آمده سیم من با سیاست ارالش نمیشم از سیاست بدترین کار نیست دنیا با چرکینتر کار نیست دنیا با از سیاست برای همین میبخشتم من دلم بتون خالی کردم شما باز اینجا به یک کس سوال دادن که چرا در آن وقت استعفا بود و حاضر نیست التماس این سوال با پرزیدنت حاضرتی سوال بود که کتاب می نویشید مفته این سوال بسیار آدم ها با من میگن من به همه جواب میدم که برادران عزیز یکمش این که من نویسنده نیم من نویسنده نیم دومش این که من حقیقت همون وقت نوشته نمیتونم نوشته حقیقت همون وقت برای همین من هیچی ننویسم بعد از سری من اگر فرزندها همون متریالی که حاضر هست استفاده باید ایگان چیز برارن و اختیاری فرزندها درباره لوچینسکی من گفتم
که وای هم اشتراکچی همین کار بوده است. ممکن که وای از اونجا سفارش گرفته که از بالا تستر وای رام کنتم چون تستر وای رام کنتم. درباره بیلاروس همین بیلاروس به فکر من گورباچوف میدونست به فکر من برای چی گفت؟ او این پرزیدنتی اتفاق سوویتی بود. در اختیارش کاگب بود، MVD بود، KGB بیلاروسیه بود. نخواد اینکه به همین کارها نرسیده باشد. اگر وای پرزیدنتی که همین برای دولت ویران شدن میخواست که دولت ویران نشود، همون روز خودش همه قوه‌ای که در دست وی بود ساده برده هر سه همین پرزیدنت برده حبس میکرد. همین کارا نکرد. نچید و هم میخواست که SSR ویران شود. با بول این با امضا کرده از همینجا یکمین تلفن امریکا میکند، سردار امریکا میکند. Буш старший был. Товарищ президент, докладываю, Советского Союза нет. Распался Советский Союз. Ельцин говорит. Она кон Украина бошад. Мана кадом ҳолат ба оват ҳозир. 10 сол омда ҳаминҷо роҳбарӣ кард. من نامش هم نمیگم. همونجا بیلاروس که پوش رو امضا کرده برای ویران شدن اوکراین امضا کرده من عاقبت اوکراین چی شد؟ حاضر خداتون دیستاتون. من امریکا باشد به زبان خودش گفت که 5 میلیارد ما صرف کردیم برای اوکراین آزاد کردن. اون کس به بستمان دیگه به دست می کار کردن و نمیمان دست می از چه آزاد کردن به دست؟ از حبس آزاد کردن به دست می. گروزیه چی شد؟ انا گروزیه بوش ملاتچی نماینده خودش رو آورده مانتا منجا بر. انا احوال گروزیه چی شد؟ من باوری کامل دارم که تاریخ هم میمونه با جای خودشون میماند. من باوری کامل دارم که آینده به همین جمهوری هایی که در هیئت SSR بود همش با یک جای میشد. به این نمیشد. ترکیه دیگر وای کتی، دیگر صورت کتی، دیگر نام کتی. دنیا دو تقسیم میشد. اون طرف اوکیان، این طرف اوکیان. این وای باشد من از زاپاد میگن، وستوچنی زاپاد میگن. همه ها آخرش مجبور میشد این طرف پاتوش شدن. دیگر امکانیت حیاتشون نمیشد. این اکن فکری خود من، چیست فکر خودم در اساس همین سال برسیدم. درباره پیشنهاد کادرها کمیته مرکزی یک از 3 کس عبارت گروه داشت که کادرها مشغول بود. هر یک وظیفه به کمیته مرکزی 2 کس 3 کس پیشکی انتخاب کرده میماند. پیشکی همه هر کار بگذرانده یاد داده. در همین وقت ارگان ها همه طرف تفتیش کرده. یار و دوستش کیم، پدر و مادرش کیم و همه همین دیده برامده. مثلا اگر یک وزیر از کار گرفتنی شود جای هم بود نامزد 2-3 وزیر اونجا همینجا روی خط به می ایستاد.
برای همین کمیته مرکزی برای تیار کردن کادرها بسیار کوشش داشت. محلچگیری همون وقتنده بسیار میگفتن که همین محلچگیری انا این طرف علی نبات یا اخوجند این طرف. وقتی که من یکم کتب پارتی کمونیستی تاجیکستان شدم، یکم کادری که من با فکر خودم انتخاب کردم با جای رئیس سویت وزیران، این حیایف عزتالله حیایف بود. اون کس از کولو. من گفتم از همین ولایت کولو وظیفه های بلند و در همین سالهای آخر هیچ کس نبود. دید همون کسه. اعضاهای بیرو گفتم معقول. همون کس انتخاب کرد. دیگر این یگان کاندیداتوری که همون کارها میرد، یگان کس مثلا نمی برداشت که این پامیر، این کلاف، این باید. لکن زمدان محلچگی میگفتن. من هم محلچی میگفتن. اوی من 14 ساله بودم از وطنم برفتگیم بود. من نمیدونم که اونجا با کی هست و کی نیست. فقط همین ساحه‌ای که برده سادیم میدونم. نه. وای وقت همین بود. اما حاضر نمیدونم این مسئله هست یا نیست. اینه شما وقتی که من از کار رفتم همون وقت من با گفتم که پنسیه نفقه اکن رئیس سویت وزیران با همون وزارت نفقه یک جای شده 1000 سوم پول روسیه همون وقت پول SSR انتخاب کردم 1000 سوم سال 92 وای پول نه 93 وای پول 1000 بار کم شد یک سوم شد یگان کس من باید دیگر پنسیوی اینگا پا نفقه اینگا پا نبود یک وقتا همون وزیر نفقه مدادگی وزارت یک جا دیدم ماندنم گفتم احوالتان چطور؟ من گفتم فیرم شکر همینجا با تشکیل شدگی همین به من گفتم یاردم چشته کار کسادیم کم همین آیلگ میتید من با حساب همون زندگی گذرانداسیم همینجا ما زواد شیشه ساختنی و فیرم یک چند تجهیزات زواد کنسرابراری آورده همینجا جمع کردی بدست زمین گرفته بدست این بین سارو و همینجا یک جای خالی هست همون زواد علومی نزدیک همینجا زواد کنسرابراری ساختنی بود یک وقتا من حالی کار میکردم من همه شاگردا با یاردمچه ها گفتن که یکان تا فیرمه کلان باشد تشکیل شدگی باشد یا ویتان یک رفته بینیم چه خیل کارش چه خیل رفتار کرده سدن اما نام کردم رفتیم همینجا رفتیم همون شکروف گفتنی بیزنسمن همینجا به دست خیلی پیشواز گرفت برد یک چند امارتی واقعی ساختگی یکتش از همون دیتال های کرونیکا یکتش از دیتال های وای به میرفتگی گسمان خانو میرفتگی ها یکتش نیکن حقیقتا همون دیتال های پرمیشن دیتال ها کلان یک بینای ساختگی ما همین زواد کنسرابراری میسازیم خوب بینم اکنم آنچه تجهیزات همجا با خارفته است تگی باران و برفته من گفتم اگر فکر من گرفتنی باشید حاضر جمهورینده 6 کنسرن زوادهای کلان هست
همش 100% استفاده برده نمیتونیم برای آنکه شیشه نمیرسد. هر کدام کنسر زود بهار شود اگر 4 طرف میدوان که همین شیشه بسوده گرفته بیمیفته. جای همین کنسر زوادو اگر شما همینجا زواد شیشه سازید، همین کنسر زوادو همش دست شما میگیره. همه عمده از شما شیشه میگیرد. گفتم معقول گفتو برفت. من برفتم از اونجا. این گپ یک ماه پیش از کار رفتن من بود. بعد از کار رفتم من 18 روز از خانه نبرآمدم. سر همه آمد خانه به که اگه شما همون فکرتانو گفتید فکر شما گفت من به معقولو نه که من هیچی نمیدارم گفت. من از چی کار سر کردم نمیدانم. چی میشد که شما همینه من به یاردمچیش دارم یاد میدادید. من از پگاهش سرکر رفتم. اکم سنوات 19 سال در نشر ما چندین تا کارخانه های ساخته به استفاده دادیم. همه ساختم در همین 19 سال زیاده از 300 تا کارخانه به کار درآمده بود. از آن جمله کارخانه های کلان من زواد خیمی یاوان، آلومینیومی زواد، بسیار کارخانه های کلان. از همه جا من گفتم نکن نباشد پگاه راست خسته مسکو میریم. وزارت صناعت ساختمان صناعت اتحادیه ساختمان با میریم. همین زوادهای شیشه دستی همون هونده. اینستیتوتی که پروژه میکنندم دستی همون هونده. گوس خروستال گفته که یک شهری شیشه براره هست. جدا شهری کوهنه از مسکو قریب 200 کیلومتر. پگاهش رفتیم نزد وزیر به درآمدیم. وزیر من نزد میشناخت. سنی من گفتم من همین خیر یاردم کنید زواد سازیم. هیچ گپ نگفت. ما حاضر گفت و به گوس خورسال به تلفن کرد دیرکتور اینستیتوت بسپارش میدم. پگاه رایتون هم مثلا نکرد میشه. پگاه رفتیم مسئله پزنده گشته آمدیم. ما گفتیم که ما همین از لیست کاردگی میگیریم. کدام یک وزارت را این چه پیشنهاد کردنی بدهیم. من وزارت صناعت کجا با گفت همین خیلی گپ رفساس بود. من همینجا رفتنم بگه رامگر من شما همینجا گفته میبرم. من گفتم رحمت من گفتم شما تل خرانی تل دار شدید. من گفتم پگاه ایده ما به تل خرانی تل بید هر دو ما نتاریسو میریم. نتاریسو میرم من فیرمه از نام خودم گفتم نام شما رو می‌نویسم. شماست راهبر فیرمه. راست بود من راست. پگاهش آمد برده نتاریال کانتور رو درآورده از نام خودم نام همون به فیرمه بودو شده شد گذرانده پیچتش دستش بود داده. من گفتم خیر کن من دیگه کار نمی‌کنم. یک ویم همین که من حالا بکنم و یه خدا مبارم اینجا بر اینستیتوت باشده که پروژه اینستیتوت همینجا 2 خانه ما ویم اداره چانه من رفته همینجا و یه خدا ما میگرم بیام کابینت درشه پیچت کردیم. هم پیچت ادرس من گرفته من تا همونجا شتری ارزان کردن آدماش آمده این کابینت پیچت کردیم. همین که من برامده برفتم انا که تا سال 90 از اینجا برامده همون رضا خودش پیش جناب اولیبا در اومدم. من پیش رئیسی شورای اولیبا بودم لیکن شما باید اونجا گفتنی بودم که نگوید که اول اونجا نرفتی اینجا. اکنون نمیدونم یک دیرگاهشان که گوزران کردم نکردم بعد همین سه به همین مسئله برآورده $200 من به پنسیل انتخاب کردم. $200 بعد از همین وقتا که امتیازهایی که بود نه بلکه من هم
هم میگرفتن، نفت بخورا میگرفتن، کوهن سالا میگرفتن، همشه برهم دادن تو. بعد از همین برهم دادن جناب عالی به فکرم حقوق خودشون با $100 خوش کرده، اینچه من $300 کردم. انسان جناب عالی 300 نه هم 200 بود همه 300 کردن کن کیم کرد من نمیدونم. اور محکمش من شما رو پیش محمد نظر سالی بردم $300 دادم. از پیش خانه راحت من بردم پیش محمد نظر سالی شما را روبری دست بود 700 گفتن شما روزی نشدید که خب جواب رو چرا 300 بار روزی شد. بعد از همون بعد از که اویده مثلا وزن به دو جا شده یک جا شده ما چی فهمیدی تو شده؟ راست گفت که کمتر وزن شد زندگی کردم. بعد با یک بار دیگه من مراجعت کردم جناب اویده که احوال ما همینطور وزن شده چی میشد که امکانیت باشد کمتر نفقه زیاد میکردیم. بعد سالی $200 دیگر سالی 10 بودیم 11 بودیم با $200 خوش کرده $500 کردم. حاضر همون $500 نفقه من به حضور میرسد از پیشنگی هم حاضر من نه زندگی میکنم. بنزین قیمت داشتم اساسی پول بنزین به صرف میکنم چون که پیاده گشته نمیکنم. خب خودم احوالم بازم درباره دور سویتی به زندگی نزدیک می حاضرش نزدیک می راستی گفت که من این سوالات جواب دادن نمیخواهم چون که این مسئله مردمی شما از من هم نستر میدم تا وای دور نزدیک می حاضر دور برای همین هر کدوم شما نظر به من نزد میدم تا این حالت دو پاکلین ندیدگی هم مثلا اگه وای پاکلین کنو با وقتی غافره با همون وقتای من حکایه کنم باور نمی کنم نمیگن این خیلی نبود نمیگن این خیلی نبود من گویم که های در وقت سویتی یگان تا بیکار آدم نبود بیکار آدم باشد که تو نیادیز میگفتن گازیتو می نیستن نیادیز بودن بیسوادم نبود. بیسوادم نبود. من اکنون درباره سواد. حالا من یک گپ سر کردم که من میدانستم که آینده جمهوری به زبان روسی نمیشه. هر سال همین درون 19 سال من رفته آخری سال همون پلان معین کرده سادگیم ده گاز پلان اساسی به التماس کرده پلان روسیه به میدر آوردیم و поставки кадров централизовано. هر سال 70 معلمه روسی از روسیه ما می آمد. از روسیه، از اوکراین، از بلاروسیه ما 100 کس به زیافکه میدادیم و 70 کس ما می نوشتن. پیشکی خبر میدادم افلان جمهوری فلان ده افلان جمهوری فلان کس اساسا زن ها این سو تمام میکنم و بطوری تاجیکستان میرم. شما همون اینستوکت علاقه کرده جای کارشون جای استقامتشون زندگیشون همین مسئله تا اینها رفتن حل کنتون میفتن. من همین 19 سال درونش به هر سال 70 تا آدم 70 تا معلم زبان روسی میاد. برای همین به فکرم مکتبی نبود که جای شلاقجا بیان شهرها بیان معلمه زبان روسی نداشته باشد. انا کن وقتی که درباره زبان با یک مسئله من روی راست شما میگم مسئله زبان تاجیکی زبان دولتی کردن یک ماه رخصت نداده بودم راضی نبودم. برای چی؟ برای آن که حال گفته گذاشتم زیاده از 30% جمهوری روس زبان ها بودن. صناعت اقتصادیات دست روس ها بود. من میدانستم که اگر همین روز زبان تاجیکی
دولتی کنیم همین روز روزها خودشون میبردارد از اینجا. برای چی؟ برای اونکه آذربایجان، جمهوری، دیگر ریسپوبلیکا و همین جنجالا رفته ایستادگی بود. من همین جنده همین علما با بسیارتر علما من بسیار همین وقتنده میسخوندم که های شما مقابل علما. من میگم نه، من طرفدار علما. همین شما همین فهمیدن. همین روزها همین روز کشیده براوت کیم همین صناعت دستگیری میکنه؟ کی کاری صناعت پیشون میبرد؟ بیتون من شویتساریا بینم. و همین جبه 3 زبان دولتی هست. 3 زبان. هم انگلیسی، هم فرانسوزی، هم شویتساری. دولت خود احساس کنه. و ما یگان کس به زبان تاجیکی گپ نزن نمیگوید که و خدا ما همین کار کرده سودیم. خدا ما گناهکار این کرد. باید برای همین زبان تاجیکی دولتی نوشته کرد و همه زبان تاجیکی میگذرد. زبان روسیه زبان من باید ملت ها میکنیم. دویم پونتر بعد از همین من هیچی گفتن نتونستم. این گپی حقیقی هست. درباره گنوسید وقتی که من کار میکردم همین چند سالی که من رهبریت به کار میکردم مسئله گنوسید چی بود نشه خودم نمیدونستم. گنوسید دیگر من بعد از همین مسئله گنوسید پیدا شد همین مسئله هم آذربایجان پیدا شد بعد از همین جنجالی که بین ارمنی‌های و آذربایجان‌ها شد. از سری گپ اینجا به خیمزاوات هم شد که زنزانه خیمزاوات بشد که بین ارمنی‌های و آذربایجانی‌ها. همون جنده گنوسید من گنوسید از چی باشد رادیو میشنوم که گنوسید. ثانی فهمم ولی بودم دیگر معلومه. به فکرم من حق ندارم گویم که همون وقت گنوسید بود. به فکرم این گپا نبود. اگر یک این کارها با خدا ما اگر همین به راضی نشده باشیم هیچ کس ما مجبور نمی‌کرد. درباره آخرین مسئله برای چی شما همه حرمت من همه حرمت میکند و هیچ کس گنده نمیکند. من ندانم درباره چی مشکل درباره از پس آن که من حلال کار کردم یک به یک کنش به نرسیدم نه دولت به نه خلق و شب و روز کار دولتی بردم حرکت کردم که انسان با یاردم رسانم کاری گنده نکردم برای همین بودگیسی دیگرش نمیدونم. سلامت باشتون همه سوال دادیم. ما سال 63 آمدیم. حاضر من سال 91 آخرش 28 سال نان و نمک دوشنبه خوردیم. بسیار نادرست میشد که ما از اینجا کوچه براشته بریم. خوجند به میره دیگر جا بمونیم. خوجندی ها بسیار التماس میکردن که بید. گیس راهون این آینده جمهوری ما برای امکانیت دادن ساختن گیس راهون 10 سال ما دوادار کرده بودیم. پروژه همین 10 سال تیار کرده بودیم. 10 سال 47 انستیتوهای دولت شوروی اشتراک داشت. اینجا آمده جای همون آینده میشتگی گیس جای نکافتگی هاشان نموند. چخورهای نکردگی هاشان نموند. همه همون دیده برآمده. عاقبت بعد از 10 سال پروژه تیار شد. حالا یه خیلی گپا میگن که تگاش نمک بود و این بود. همه این گپ همه چه تفتیش کرده برآمده.
مسئله نمک هم حل کرده که همین پیدا کرده. یکم مسئله حل نشدگی نماندگی. همون وقت هم در سال 1979 دکابر سویت وزیران SSR همین پروژه تصدیق کرد. سمیتش سال 1980 سری سال سمیت همین روغن شهرچشکته همش 1,347 میلیون سوم سویتی. انا خیلی سمیتش بود. این نرخ یکم ینوری سال 1980 بود. بعد آیسته آیسته کارو سر کردیم. خیلی 3 سال 4 سال اولش برای تشکیل کردن جای کاری ساختمانچه‌ها همشه کار تشکیل کرده. از 10 میلیون سوم یک سال تا 100 میلیون سوم یک سال استفاده بردن سر کرده. کار ناز رفته ایستادگی بود تا سال 1989. سال 1989 یک بار مسئله پیدا شد که یک روز دیرکتر ساختمان پیش من با آمده بود که حال مکانچنان نداють работать. Почему не дают работать? Вот местное население приходит, говорят, все, не будете строить, вы затапливаете все наши, весь наш кишлак, кладбище и так далее. Прекратите работу. Бросаются под бульдозер, под машину. Все сейчас стоит, мы уже боимся работать. Хоть промета рафтим покешбанич. Одамой джам кардим, мыслидой джам кардим. Чигар. Фахмонда додим. Ки чигар. Ха, روز آخر شد. هیچ جا با گپ نماند، همه گپای گفتیم. خب آخر تو گفتم آمین آقل و اکبر کارا دام کردم میده. بعد یک ماه نگذشتم بعد باز سر شد. باز سر شد. من دوم بار اونجا به رفتگی مطرحی کردم. من گفتم بجای اونجا به رفتن همین تلویزیون به یک بار جمع آمد تشکیل کنیم. همه آدمایی که همین کار با مقابل هستن مکن بگوشم رسید که آخر آدم ها مقابل همین کار کردن با من که همین آدمای همشه جمع کنیم همینجا یک همینجا کنیم خیلی همینجا معلوم شد که یک بیبلیوتک ساخته بودین یک آقای ما شاعر ما همون بیبلیوتک هم کسی آباد نمونده است یک خیلی آدم هایی که همینجا به خانه هاشون اسناد میکنند یک تگه 700 عائله از اونجا کوچاندن در کار بود 700 عائله یک خیلی ناراضی اما ناراضی ها همین مسئله میبرداشتیم خیلی سردار هم پیدا شد از این آباد خلاص کلان همین که همون جمع آمد به 4 ساعت تلویزیون به همین همشه گوزمان کرده گرفتیم آخر گپش هم تو شد که پلاتین اینقدر تا آخرش نمی برداریم همین بیبلیوتک دیگه آبا نماند همینی هم گفتیم ما گفتیم تا وقت خراب باشه است چند کارا میشه لیکن سال 89 سال 90 کار کردن به نمونده ساختمانجای بسیار انجام کردن اگریگات یکم آمادگی بشه همونجا به خواه رفته است از سببی که کار کردن به نماندن سال 89 سال 90 پولی که ما از اونجا به عذاب گرفته بودیم استفاده بردن نتونستیم یک قسم پول ماند سال 91 بعد از من از کار رفتم بعد همونجا همه غارتگری سر شده است خیلی غارتگری تمام جمهوری داشته دید من با اومده آدم ها کارخانه های استناکاش افندمنش کنده بوده و بسپار دوستن میترالان بر استناکای نفت و نو آورده ماندگی استناکای کچنده برده میترالان بسپار دوستن همین راغوننده 700 تا افتاس مثلا الان کلون بود
یک تا اکسکاواتورهای بسیار، یک تا اکسکاواتور، شگایش اکسکاواتور بود. اول بسیار هیکل. همه زده رفتیم. کجا با زده رفتیم؟ کی زده رفتیم؟ حاضرم من نمیدونم. همین که 30 متر اجا پلاتینا برداشته شده بود. برداشته شده بود. ما حرکت ما بود که پلاتینا 120 متر میکنیم، یکم اگریگات کاربن میداره. یکم اگریگات نیم قوت کده 300,000 کیلووات قوت سر میده. بعد از که هر دو اگریگات کاربن در اومدن بعد اوسنش کیز میره. اگر همون جنده میموندن همین ما کاربن میدار آوردیم هیچ وقت نگاه نکرده ستانس خودش ساخته تمام میکنه. حسابی در اومده نشد. بعد پلاتین آب زیر کرده برای کارخانه 70 کیلومتر اونجا به راههای خیلی زمینی هست. و جایی که همون اگریگات ها میشه اهم جای وزن انا همونجا ماشین نیست. 70 متر بلندیش 100 متر درازیش 60 متر براش. انا همین چکوری تگی زمین میشه. این پروژکتش هم تو بود که درجه پادستانسی هم تگی زمین میده. از بالا و وقتی در مسئله اتمی بمب درآورده این خیلی کپوس هرچ دیگه بود که اتمی بمب بود. همین اتمی بمبای هم رشد کرده بودن. برای همین روی زمین به هیچی نیست. ارتق زمین کابل هم میبرد سیم قاچاق کشیده میبرد تمام. کانتور هم همون تگی زمین بود. کانتور گس. بسیار وی کلام. کارخانه کلام. مخالف شما رفته دیدگی؟ چه؟ ما دوری بسازیم؟ درست. جواب دادم. جسور. 5 تا 4 تا. 737 میلیون اسوای شده بود. ولی همون وقت. یعنی نصفش. نصفش بشه اسوای شده. هر یک شخصیت از اون شخصیت‌های انسان بنیش شما استاد مسئله ها بود که به مسکا پیشکس حال کردن نمیتونست. فهما با گویم میسنشن؟ من میدانم نماینده نهضت اسلام نزد ما آمده بودم. ما رجیستراسیون کردیم. اما وقتی که من رئیس شورای شورا بودم، شورای عالی بودم. در همان وقت آمده بودم. دو کس آمده بودن. دولت عثمان و کی یک وظیفه‌شو بردید زدوی. دو کس آمده بودن. من وهابا نگفتم که با اجازه مسکو اینو ما کار نمیتونیم. نگفتم. حق نداشتم اینو بگفتم. من گفتم که حاضر وقتی این گپا نشده است. وقتش میشد ما رجیستراسیون میکنیم شما. من حق میگم نمیشه. بعد از همین ما رفتن دیگر واقعی نبود ما اینو پرسیدن که یک حزبی نقض یا بسیار حزبی؟ سوال اینو؟ حزب 3 تا باشد هیچ گپ نیست. 20 تا شده گنده. در مورد بعضی از سیاستمداران و نفران عقاید میگویند که در همون سالهای 90 نقش ژورنالیستان درباره ژورنالیستان من درباره ژورنالیستان یگان مرتبه همین کار تشکیل کردگی ژورنالیستان گفتگیم نه. من از ژورنالیستان خفه شدگیم همین که همون احوال دیده دانسته ایستاده شرایط ریسپوبلیک دیده دانسته ایستاده همین بالابندی کرده وزن کرده هم از تلویزیون هم از مطبوعات میبراوردن. همین مسئله بود من ناراضی بودم که های شما علاوه ساعت ندیتون تک در گرفته گردش. خواهرو ابلاد خواهرش سوم استاد من گنادی واسیلیچ ریش زوبری ای چهارم استاد من پارتی خودی پارتی سلامت باشید. بعد از صحبت شما هر یک عضوی که گوش کنید دیگر میشه. بسیار مسائلی که همه وقت برای ما کاری بودن مثلا بر شخصا برای من روشن شدن. مثلا شدم
عبادت اون نیست که 5 بار مسجد برید. عبادت همین زندگی پاک شما هست. من گوش کردم بسیار کیف کردم. این پاکی زندگی بر این به خلق خود به وطن خود این با دلی پاک با خاطری روشن خدمت کردن همین است. انسانیت و عبادت همین است. تشکر. حادثه هایی که اوکراین به حال شده ایستاده است این همش حادثه های سیاسی سردار اوکراین سردارهای پیش اوکراین ما حالی گفتم بعد از همون بیلاروس که پوش سردار شده آمدن امضا کرده دولت جدا کرده آمدن من عاقبت دولت کجا بوده رسنده بعد از SSR مایده چطور شد برفتن یک خیلی دولت های دنیا کار بدر آمدن SSR روسیه بسیار دولتی بای زیر زمین بسیار بایگری کلانش است دیگر با نداده فقط مطور شد همین یک لوجیکره خدا موقع نزدیک میفته کار سر کردن انا اوکراین هم بفرمده مند انا کن همینه حرکت کرده سدن که یک لوجیکره اروپا با خوش کنیم با گرانیت رسیده نزدیک شدیم انا همین اکن این کار بسیار مشکل وزنی کار هر گپ اینجا هر کس گفتن نمیتونه میاننده همین که مردم اوکراین سرگردان شده است. کاسپر ترک شدم به رخصت نتیدم. لکن انا همون جوانی که آورده همونجا به همین کشتن گفتم من شما گفتم از کجا پیدا شدم اونجا من با چشم خودم دیدم از همون کابینت که همون ماشینی او از 469 بار کرده آورده همون میدان به در آوردن بچه اوجه خارفتگی بود کشته شده بعد همون ماشین علاو سر دادن همون جنده آتش دادن انکو تیر پرانی آخرین رسا شده بود آسمان با تیر پرانده میدان با یگان کس همین میدان با تیر زد گفته من شوندگی من دیدگی من روپروی همون بنای کمیته مرکزی و بنای استخامتی هست دگرش با خداشنیکای روشن هست انا همونجا به یک زنک نزد آینه با ایستادگی بدگی همین وقتی که آسمان با تیر پرانی میکنن از ضبط کار همون وقت یک تیر همون زنک زده خانش با کشتگی انا همین من میدونم دیگر کشته شدگی ها آدم ها راه بشدگی پاستا بشدگی وقتی که чрезвычайный положение проварда будем, шаб комендантский час. Шаб рох гашдан бе пропуск мумкин набуд. Посто буд ҳама ҷанда. Поспа ваҳо истода будан. Коргарои қӯшунҳои армия истода будан. Ваҳо комендантский час ҳамто ки агар мошин пайдо шавад شلاگباум محکم و ایستاده نشده یا اینکه شلاگباum نباشد اما همون پاس به ایستادگی آدم ها اشارتی هم که ایستادن و باید ایستاده نشده بسیار بلند بوده است بسیار بلندی تاجیکا همین که همون وقتی وزنی همون احوال بند همین آدم یاخ شد و همین آدم سردار دولت شد هر چطور آدم این دولت همون وقت هم به نگاه داشته نمیتونست برای همین گنده من ناس من میبینم این آدم برای تاجیکستان ما آدم ضروری آدمی که همین تاجیکستان میخواهد که ترقی کنند میخواهد که تاجیکستان ترقی کند میخواهد که کادرهای نو پیدا شد همین کار حاضر بوده شده است 10 سال اول و بیچاره آواره بود مسئله سلاکت آورد کاری اساسی بعد از 2000 سال سر شد حقیقت به همین اما من باور دارم که تا آخری همین سراغ که حاضر این آدم کار میکند همین آخر به رفتگی تو جمهوری شناخته نمیشد بسیار مشکل میشد مصلحت یعنی نپوزد شما اون مصلحت نپوزد بعضا چیزت مصلحت میکنه وقتا که وام میخوریم
راکی در کدام موضوع صحبت میشه من حرف ندارم شما بگید. سوال آخرین وقتی که از پرزیدنت اکایف پرسیدن بعدی فرارش و رفتن از منصب یگانه کاری که از کردن آن از عمل کردی آن شما پشیمان شده اید کدام بود و او پاسخ داد حبس کردن قلف. اگر از قهار محکم پرسن که طولی سالهای زیادی رهبریت آن کدام کاری را کردید که امروز پشیمانید چی جواب میدید؟ از کدام کاری کردگیتون پشیمان شدید؟ هم تو فکر کرده برو مگر هم تو فکر کرده برو مگر آیگون کاری کردگیم پشیمان نه لیکن همین در سر دل من احساس که تمام کردن نتونستم کارهای سرکردگی این روغن این تونل طرف شمال بعد از همون تونلی که حاضر از اونجا گذاشتن بسیار وزنین تونل انزوب همون در وقت سویتی سر شده بود 700 متر از این طرف 600 متر از اون طرف گذاشته بودیم. افسوس که بعد از این قریب 10 سال استاده بود من ایرانی ها حرکت کردن همه ساختن بود ممکن شد که تونل بسیار نادرست آمدگی حاضر